فقط 4.5 دقیقه تا میگیریم و طریقه ساختن اپلیدی را براتون مکمل راهنمایی میکنیم. میایم داخل تنظیمات بالای سنین تو یور آیفون کلیک میکنیم. وقتی اینجا کلیک کردیم بالای don't have an Apple ID اینجا کلیک میکنیم بنده عزیز. وقتی اینجا کلیک کردیم مرحله جدید بر ما میاد. دیگه کم منتظر میشیم. اینجا نام خود وارد میکنیم، تخلص خود وارد میکنیم و تاریخ تولد. تمام چیزا را نظر به پاسپورت وارد میکنیم. اگر کدام وقت اپلیدی ما خراب شه یا کدام مشکل پیش شه با آسانی بتونیم که جورش کنیم. دیگه اینجا میایم نام خود وارد کردیم، تخلص هم وارد کردیم، تاریخ تولد هم انتخاب کردیم و بالای کانتینیو کلیک میکنیم. اینجا بر ما میگه ایمیل تان وارد کنین. شما کوشش کنین با جیمیل بسازین. اول برین جیمیل بسازین. اگر طریقه ساختن جیمیل یاد ندارین در داخل چنل ویدیوش هست، طریقه ساختن جیمیل هم یاد بگیرین. دیگه جیمیل ما قبلا ساختیم، فقط جیمیل خدا وارد میکنم. دیگه جیمیل خدا وارد میکنم. یک چیز براتون وطندارای عزیز یادآور شم که ویدیو را مرحله به مرحله ببینید. ان شاء الله مشکلتان 100% حل میشه. دیگه ما قبلا جیمیل ساختیم، درباره جیمیل هم ویدیو ساختیم، میتونین طریقه ساختن جیمیل را یاد بگیرین از ویدیو. دیگه میایم بالای کانتینیو کلیک میکنیم. این تقریبا چند وقت پیش ما جیمیل ساختم. دیگه رمز شما چه قسم میکنین بنده عزیز؟ رمز بسیار مهم است. حرف اول باید بزرگ باشه، متواکی کوچک باشه و یک سمبول و چند عدد باشه. مثلا میبینین افغان @123 حرف اولش کلان بود، متواکی کوچک و یک چند عدد بود. عدد باید تکراری نباشه. دیگه کابل @123 این قسم شما میتونین رمزتان وارد کنین. دیگه اگر رمز خود وارد کردین قبول کرد خوب، اگر نکرد شما میتونین از این دو رمز استفاده کنین. دیگه بالای کانتینیو کلیک میکنم. اینجا بر ما میگه کد به شمارهتون میگم درسته. شماره خود وارد میکنیم و کد برش روان میکنیم. دیگه کد به شماره ما اتومات آمد و اتومات وارد شد. دیگه اینجا میایم بالای تمام قوانین بر ما گفته ایرا پایین میبریم و بالای اگری کلیک میکنیم. دیگه بنده عزیز دقیق ببینین 100% ان شاء الله مشکلتان حل میشه. دیگه اینجا رمز روی صفحه موبایل خود وارد میکنین. این رمز روی صفحه شما هر وقت که در دیگه جای اپلیدی تان وارد میکنین این رمز روی صفحه را از پیشتان میخواد. این باید در یادتان باشه. این را کنسل میکنیم. دیگه این رمز روی صفحه بسیار مهم است. اینجا بر ما میگه ایمیل تان وریفای کنین. وریفای نشده. بالای وریفای ایمیل ادرس کلیک میکنیم. دیگه کد به ایمیل ما میره. ایمیل ما در دیگه موبایل فعال است، لاگین کردیم. دیگه اینجا بالای سند کد کلیک میکنم تا کد به ایمیل قبلی ما بره. دیگه بالای سند کد کلیک کردم و کد به ایمیل ما میره. کد خودم میگیرم. دیگه کد خودم میگیرم بنده عزیز و کد خودم وارد میکنیم. کوشش کنین ایمیل تان چک کنین که ایمیل تان درست است یا نیست. به خاطر که بعضی وطندارا میگه کد بر من نمیاد، حتما ایمیل خود اشتباه نشته میکنه. دیگه ایمیل ما اپلیدی ما وریفای شد، کار وریفای تمام شد. فقط چیزی که مونده دیگه باید ریویو بگیریم. بالای میدیا اند پرچیز کلیک میکنیم. وقتی اینجا کلیک کردیم بالای ویو اکانت اینجا کلیک میکنیم بنده عزیز. ریویو به خاطر ازی میگیریم تا بتونیم همه برنامه ها را در اپ استور ما بتونیم دانلود کنیم. کشور اپ استور ما افغانستان است. دیگه بعض برنامه ها را بر ما نمیکشه، مثلا یوتیوب، تیک تاک، اینستاگرام اینی برنامه ها را دیگه میره تبدیل میکنیم به کشور امریکا. به خاطر که در کشور امریکا ما میتونیم همه برنامه ها را دانلود کنیم. دیگه بالای چنج کانتری ریجن کلیک میکنیم. پوینتر مین بنده عزیز کشور امریکا انتخاب میکنیم. هر کشور که شما هستین میتونین انتخاب کنین بغیر از افغانستان، ایران و روسیه. دیگه هر کشور که میتونین انتخاب کنین. دیگه ما امریکا انتخاب کردم. بالای اگری کلیک میکنیم. ایرا پایین میاریم و بالای اگری کلیک میکنیم. وقتی اینجا کلیک کردیم بنده عزیز یک فرم جدید بر ما میاد. اینجا میایم بالای نن کلیک میکنیم. پیپال و دبیت کارت انتخاب نمیکنیم، نن انتخاب میکنیم. دیگه اینجا هم ادرس خود نوشته میکنیم. ما فقط کابل نوشته کردم. دیگه اردوش کابل نوشته میکنیم. هر چیز که دلتان است اینجا میتونید نوشته کنید. فقط چیزی که مهم است استیت است. در استیت باید شما یکی از ایالت های امریکا را انتخاب کنید. اینجا من نیویورک انتخاب میکنم. دیگه نیویورک انتخاب کردم. پایین زپ در زپ بنده عزیز شما کد پستخانه را نوشته میکنید. اینجا 10001 است از نیویورک و در شماره هم چیزی که نوشته بود برنگ خیره ایره شما دوباره تکرار نوشته میکنید. مثلا 55 نوشته بود، تمام شما 55 نوشته کردم و کار شماره را هم تمام کردم. چون شماره امریکا را من ندارم، در امریکا من نیستم دیگه، از خاطر من فقط 5 وارد کردم و کارش تمام کردم. دیگه این هم ریویو ما تمام شد. فقط میریم سرچ میکنیم کار برنامه ها رو بر ما میکشه یا خیر. اینجا یوتیوب سرچ میکنیم. یوتیوب بر ما میکشه، بله کشید و بالای گیر کلیک میکنیم. دیگه این را دانلود میکنیم. اینجا بر ما میگه رمزتان وارد کنین. رمز خود وارد میکنیم و برنامه را دانلود میکنیم. ببینین که بر ما دانلود میکنه. یعنی بعضی وطندارای از ما گفتن که بر ما دانلود نمیکنه، ریویو میخواد. ریویو گرفتیم، فقط بالای ریویو کلیک میکنیم. اگر چی ما ریویو گرفته بودیم فقط کم مشکل داره. ایرا بالای اگری اینجا کلیک میکنیم. این را اگری نکردیم دیگه نیکس میکنیم. تمام چیز نشته است، کارش تمام است.
فقطا بالای نکست کلیک میکنیم. دوباره میایم در داخل اپ استور، اینجا میگه اپل ایدی تان کامپلیت است، بس کانتینیو میگیم و برنامه خود را دانلود میکنیم. ببینیم که بازم بر ما کدام مشکل پیش میاد یا خیر. دیگه رمز خود وارد میکنیم بنده عزیز. رمز خود وارد کردم. دانلود ما هم بخیر شروع میشه. دیگه always require میکنیم بنده عزیز. دیگه هم دانلود ما شروع شد، اپل ایدی ما تمام شد. این بود ویدیو امروز ما. اگر ویدیو خوشتان آمد لایک کنین، با جانتان هم شریک